به همراه محمد عزیز with my dear colleague Muhammad, Egyptologist guide from Cairo. We are in the Gem Museum, Yes. Grand Egyptian Museum, and for first time برای اولین بار حیرت انگیز توتنخامون رو به شما نشون بدیم. حدوداً 3300 سال پیش به همراه فرعون توتنخامون که در 19 سالگی ناگهانی بر اثر بیماری فوت میکنه، این 7 لایه تابوت و مقبره گونه‌ای که برای او ساخته میشه رو میخوایم به شما نشون بدیم. این لایه ها رو دونه دونه در داخل هم قرار میدن. ببینید باکس هایی که به این صورت، من یه خورده سریعتر عبور میکنم، همه اینها با طلا و نقش های این گونه بسیار ظریف و زیبا توتنخامون رو در جلوی اوسایریس نشون میده بعد از مرگش برای رسیدن به حیات جاودان. قایق هایی که میبینید برای رسیدن و عبور از رودخانه هایی که او رو به جهان لایتناهی و بی پایان میرسونه. و این 4 تا در داخل همدیگه بوده. سلام آقا. و دوستان ایرانی از جای دیگه دور هم داریم. این یکی از تابوت هاییه که در 3 لایه مومیایی رو در داخل اینا قرار میدن. و نگاه کنید چه جزئیاتی، چه آرایشی از امپراتور یا فرعون اون زمان رو شما میبینید. وای وای. و این مجموعه برای اولین بار در تاریخ بشریت بعد از 3300 سال حدوداً در سده گذشته پیدا شد توسط هوارد کارتر و یک جوان مسی به نام عبدالرسول که به صورت اتفاقی اینجا رو پیدا کرد. این لایه دوم و مهمترین چیزی که در این موزه هست، در کنار در کنار ماسکی که بعداً خواهیم دید و یه ویدیو جدا میذارم، این تابوتی هست که 110 کیلو طلای خالص سولید گولد از چهره فرعون توتنخامون رو اینجا میبینید. بی‌نظیره، اصلا قابل صحبت نیست و هیچ وقت نمیشد از این مجموعه عکس و فیلم گرفت اگر هم بعضی از اونها رو نشون میدن. 5490 شی با فرعون دفن شده بود و در جلوی چشمان زیبان شما الان بنده دارم برای اولین بار از اینها فیلم میگیرم و هیچ وقت به صورت مستند در نیامده.